سلام بچه‌ها، خوبین؟ حالتون چطوره؟ یه سایت خیلی خوب معرفی کردم توی یه چند لحظه بعد پایه یک سایت، یک از سایت‌هایی هستش که عضله‌های بدن رو کامل میتونید بهش بدید و بر اساس اون عضله بهتون برنامه بدنسازی بده و بیشتر برای این هست و آناتومی کسایی که ضعیف هستن برای مربی‌ها برید ببینید، خیلی سایت خوب. خب سلام، من برگشتم با یه برنامه دیگه از سایت دیگه ای که قرار هستش بهتون معرفی کنم به اسم musclewiki.com. بریم تو قسمت ورکات و تو قسمت جنریتر سنتون رو تنظیم بکنیم. میگم 40 سال، بعد هدفمو میکنم لوز ویت و آیا من یه فرد تازه کار هستم؟ بله، و میخوام تمریناتم با دمبل باشه، وزن بدن باشه، با هالتر باشه، اونها رو انتخاب میکنم. من میگم با وزن بدن و دمبل کشم انتخاب میکنم. خب بعد برام میاد توی قسمت عضله شناسی. خب عضله هایی که دلم میخواد باهاش کار بکنه برا من روی این سایت ماسل ویکلی ویکی انتخاب میکنم. من از سینه و پشت و جلو پا اینا انتخاب میکنم و میگم حالا برای من یه برنامه بساز. حالا من ساق پا رو اینا رو دیگه انتخاب نکنم، من عضلات بزرگ رو انتخاب کردم، عضلات کامل رو پیدا نکردم، ولی گفتم یه برنامه برای بیگینر بذارم. بس سایت ویکی، سایت ماسل ویکی یه دوره کوتاهی رایگانه و بعد میتونید شما از طریق جیمیل های مختلف بیاید و برنامه رو آپدیت کنید و ازش استفاده بکنید. یه برنامه به من داده که من چون خودم مربی هستم و میدونم که این برنامه خوبه یا بده، و وقتی نگاه میکنم میبینم که برنامه بسیار مناسبیه و جالب اینجاست که توی هر برنامه که مینویسه و هر ستا و حرکت هایی که داده مینویسه که این برای افراد یه ذره حرفه‌ای تر هستن و میتونید یعنی خیلی حرکت، واقعا به نظر من حرکت سخت نیست برای افراد تازه کار، ولی پیشنهاد میکنم یه پیشینه ورزشی داشته باشین تا بتونید این حرکات رو انجام بدید. خب ببینید مثلا حرکت مثلا هند پلانک زده، حرکت هند پلانک رو 3 تا در 20 تا 60 ثانیه زده 3 تا رو و قشنگ گفته که قشنگ نگه دارید و در 3 تا تکرارها رو انجام بدید. شما نگاه بکنید، یه سری حرکات رو گفتم برای افراد حرفه‌ای، یه سری افراد برای بیگینر زده حرکات رو، ولی کلهم حرکات بسیار خوبی هست برای بچه‌ها، برای همه. یه حرکت دیگه از هند ساید پلانکه که این برای بیگینر است واقعا و 3 تا در 12 تا 15 تا. من چون نوشتم لوز ویت بعد داشته باشم حرکات رو بر اساس تعداد تکرارهای بالا نوشته و همینجور به سمت پایین که میای یه حرکتی با کش به من داده که اینها کشایی هستش که خیلی کاربردیه. شما میتونید حرکات کش هم ندید، فقط بزنید با وزن بدن یا مثلا بزنید با دمبل این کار رو انجام بدید. بعد که این کار رو انجام دادید میایید پایین و حالا انتهاش هم یه تردمیل داده و انتهاش هم دیگه میتونید حرکات رو سیوش بکنید که عملا عضلات بدنی که شما دارید میبینید همش رو کار کرده و میتونید انجام بدید. پس اپلیکیشنش هم داره. خب دوباره میریم تو قسمت ورکات، توی قسمت مایکرو کالکیوتر. البته ما باید بدونیم که چقدر در روز کالری مصرف میکنیم و جالب اینجاست که تو این ماکرو تعداد کربوهیدرات و پروتئین ها و چربی ها رو بگیرم برای شما بر اساس کالری که شما باید دریافت داشته باشید برای شما پیدا میکنه. مثلا این که شما یه شخصی هستی که 1400 کالری داری. حالا برای اینکه اول بخوایم بفهمیم چند تا کالری داریم میریم توی قسمت کالری کالکیوتر که توی سایت دیگه من اصلا کالری کالکیوتر رو کلا توضیح دادم، ولی تو این سایت هم خیلی راحت میتونید به دست برید. سنتون رو به دست میارید بچه‌ها، متریک یونیت رو باید بزنید. حالا الان براتون مشخص بکنم چون ما باید به کیلوگرم تبدیل کنیم، به اینچ خیلی برام سخت هست، اینا ما به کیلوگرم بلدیم دیگه.
سن 40 سال میذارم و بعد هم میرم توی قسمت متر یونیت. خب یه خانم 40 سالی هستش که با قد 163 سانتی متر و وزن 67 تا. میگیم که این رو برای من کلکیولیتر کن، یعنی عددش رو تشخیص بده که من چقدر باید کالری مصرف بکنم. بعدی که کالریش رو انجام میده، حالا نوع تمرینش رو شما مشخص کنید، چون بخوایم حالا من نوشتم نو اکسرسایز، چون که اینجوری باعث میشه من کالری کمتری استفاده بکنم. شما میتونید بزنید روزی 3 روز در هفته، روزی 3 تا 5 روز در هفته، بستگی به نوع کارتون داره. حالا بعد که کلکیولیتر میزنید میگه که شما میخواین حالا 2 روز در هفته وزن کم بکنید، ببخشید 2 پوند در هفته یا 1.5 پوند در هفته، مشخص میکنید دیگه. بعد به شما یه کالری میده، میگه 1200 شما با دریافتی داشته باش که بتونی هر هفته 2 پوند کم بکنی. خودت 1200 خیلی کمه، ولی برای هر بدنی میتونه، مثلا من خودم انجام میدم، مثلا روی 1200 1300 تا معمولا کاری هم بسته میشه. حالا بستگی که اگه مثلا شما میخواید تو اون وزن بمونید، میخواید اضافه وزن داشته باشید، بهتون کالری مشخص شده رو بهتون میده. خیلی جالبه. گفتم بازم توی سایت دیگه مثل calculator.net این عددها با اساس اسکیجول، یک بر جدول برنامه‌ریزی شده به شما این رو میده. حالا عددی که به ما داده 1424 که میگه توی 1424 25% پروتئین مصرف کن، 15% فت و 60% هم چربی و اندازه گرمیش هم بهتون گفته. خیلی جالبه. و اگه میگین که های کرب بخوام یه تمرین رژیمی لو کرب داشته باشم، میگه 25% کرب داشته باش، 89 گرم در روز کربوهیدرات در هفته دریافت بکن. توی غذات هم باید 89 گرم توی غذاات کربوهیدرات باشه. یعنی قشنگ بر اساس این فرد و بر اساس نوع کالری و سن و جنستون کالری و پروتئین های شما رو به دست میاره که خیلی یعنی میتونه کاربردی باشه برای هر فرد که تو هر روز شما یه غذایی رو بتونید چقدر پروتئین و چربی و کربوهیدرات مصرف بکنید. همینجوری شما این عددها رو میتونید مشخص بکنید بر اساس رژیم های مشخصتون. خیلی خوب. حالا عدد رو ما پیدا کردیم. 1424 رو خودش خودکار می‌نویسه، نخواست خودتون میتونید عددش رو تغییر بدید و در نهایت مشخص شد که چقدر میتونید شما کالری و کربوهیدرات به دست بدید. بچه این وان مکس تولز این برای متدهای چیزای دیگه هست که الان فکر نمی‌کنم مثلا به کار شما نیاز داشته باشه. بر اساس لیفت هالترهایی که می‌خواید بزنید، لیفت هایی که دارید انجام میدید که فعلا الان خیلی کاربردی نیست و ترجیحاً اگر خواستید میتونید ازش استفاده بکنید، نه که کاربردی نیست ولی فعلا ما باهاش کاری نداریم. خب حالا گزینه‌ای که حالا شما باید الان بریم داخلش، تو همون سایت گفتم این حالا ما با این کاری زیاد نداریم، بریم تو قسمت آرتیکل ها که خب مقالات و تحقیقاتی که خب تعیین مورد انجام دادن، خیلی سایت علمی جالبی، میتونید شما بخونید. بچه‌ها گفتم رایت کلیک کنید و به راست ترنسلیت تو فارسی رو بزنید، راحت میتونید اون سایت رو ترجمه بکنید اگر که انگلیسیتون زیاد خوب نیستش. توی قسمت دیکشنریش هم یک سری عضله شناسی رو قشنگ گفته و خیلی من راستش زدم خیلی چیز خیلی خاصی نیومد، یا حالا حداقل من خیلی ازش نتونستم متوجه بشم، ولی در هر حال اسمش روش دیکشنری دیگه. روی این عضلاتی که شما میتونید باهاش اکیوپمنت های و وسایل نیازی که دارید میتونید ازش استفاده بکنید. از اینکه کلا کلمات انگلیسی هستش که در اصلا کلمات تخصصی زبان انگلیسی در همین بخش ماسل ها و ورزش های دیگه هستش. خب بریم سراغ قسمت یا دو قسمت اصلی صفحه پیج. بچه این خیلی جالبه بهتون بگم. میگم من تمرین کش میخوام، توی اون قسمت تمرین کش رو انتخاب میکنم و عضله باسن سوینی ها رو انتخاب میکنم. توی اون میگه با کش شما میتونید یه همچین تمرینی بدید برای عضلات باسنتون، هیپتون در اصل. حالا
این تمریناتی که شما دارید الان میبینید با تمریناتی هستش که از طریق کش من تونستم که میتونید صفحه بعدی برید. حالا من میگم آقا من میخوام از طریق بادی ویت عضلات سرینی من میگه. بچه نگاه کنید ادوانس جوینت هم داره که ما مفاصل مفاصل پیشرفت رو فعلا در نظر نگرفتم توی این گزینه‌ها. شما میتونید بعد اینها رو انجام بدید. این تمرین با بدنه. ببینید این خیلی سایت مفیدیه و برای بیشتر برای مربیاست، برای اینکه بتونن حرکات رو بتونن ازش ایده بگیرن. حالا من میخوام با یه چیز دیگه مثلا انتخاب بکنم با ویترووین بلت اسکوات که اگه درست تلفظ کرده باشم امیدوارم، یعنی این یه نوع دستگاهی هستش که میتونه باز هم عضلات سرینی رو من باهاش تقویت بکنم. پس هر کدوم از این گزینه ها رو من بزنم که اکیوپمنت ها یا وسایلی که نیاز دارم و احتیاج دارم من میتونم عضلات سرینی رو انجام بدم. حالا جالب اینجاست که توی ورزش های هوازی هم شما میتونید سرینی ها رو تقویت بکنید، عضلات باسن رو. حتی تعداد تکرارها و توضیحات رو، تعداد تکرار که نه بیشتر توضیحات رو برای شما داده و خیلی جالب هستش. و میگم اینقدر ورزش های مختلف هست که شما میتونید بزنید صفحه بعدی. من فقط دارم به عنوان یک نمونه برای شما مشخص میکنم. خیلی خوب، بریم تو قسمت نمیدونم چرا یه چیز شد، مشکل پیدا کرد. اوکی، بذاریم ببینم. بله، این قسمت هوازی ها بود. خب توی قسمت الان دیگه بریم توی این محدوده. بله، باز دوره عضله سرینی رو من انتخاب میکنم، میگم آقا بیا با هالتر به من تمرین بده، با بوسو تمرین بده برای عضلات سرینی. بچه‌ها اینا میگم بیشتر خیلی دیگه تخصصی شد برای مربی‌ها استفاده شد. بوسو هم که شما میدونید یک ورزش، یک ابزار فانکشنال هست و بسیار هم عالیه، بسیار عالیه برای بیشتر برای افراد آسیب دیدن استفاده میشه، برای افراد حرفه‌ای هم استفاده میشه، ولی اگه بخواید پیشرفت داشته باشین توی کارتون میتونید انجامش بدید. مرسی از اینکه با من همراه بودید. عضلاتی که دوست داشتید استفاده بکنید و وقتتون بخیر.